این هفته خبر تو خبر داره براتون از کینگ مجتبایی که خبری ازش نیست و بوفالوی ولایتی که میخواد بسیجی‌ها رو با این حرفات دست به سر کنه. لذا برادران، در این کشور ما تصمیم گیری برای جنگ و صلح منحصر به یه شخصیت و او مقام ولایت فقیه. او تصمیم بگیره ما جنگ کنیم یا ما صلح کنیم، آتش بس کنیم، واسیم مقابله کنیم. هر کار می‌کنیم تصمیم گیرنده او هست، چون او ولی امر هست. علت این روزه‌های بوفالوی ولایت اینه که یه حرفایی بین بسیجی‌ها هست که باعث شرشر شده. برخی از دوستان میگن آقا به هر حال ابرقدرت آمریکاست، اینا یه پنجره خروجی برای اونها فراهم بکنیم دیگه، یه اتفاقی رو رقم بگن بزنیم. ما پیروز شدیم تمام بشه که بره. خوشبینانه میگن بر اینکه آقا منافع ملی ایران تامین بشه. این گزاره غلطه. یکی اینکه تجربه ما نشون میده آمریکایی‌ها به این پله اول باقی نمیمونن، میان جلوتر دستاوردهای دیگه داشته باشن. ثانیاً اونها در جنگ شکست خوردن. این کارشناس حکومتی هم وضعیت عظمای نورسیده رو تو این شرایط به زبون بسیجی فهم شفاف سازی میکنه. ممکنه خیلی ها بگن آقا حالا اونی که میخواد بدیم یعنی خودکشی کنیم. اگر بنا باشه سعید لیلا در معرض انتخاب خودکشی یا مرگ قرار بگیره، قطعا مرگ رو انتخاب میکنه، چون مرگ احتمالش کمتر از خودکشی، شرافتمندانه تر هم هست. یه مقاومتی هم کردیم. این یکی هم پلن‌های پیش روی کینگ مجتبی رو اینطوری پیش بینی میکنه. رهبری حتما جلوی انحرافات میسته و اگر نایستد معنیش نخواستن شخص او نیست، معنیش نتوانستن اوه. چرا نمیتوانه؟ چون شرایط با او همراه نیست. اینجاست که رهبری از حقیقت به مصلحت تنازل میکنه. حالا تو این هیروویر دکتر عظما رو آوردن تا از خامنه‌ای دوم تعریف کنه که وقتی که ما دیدیم که مجلس خبرگان آیت الله آقا مشتبی رو انتخاب کرد، دیگه دیدیم واقعا اونها الحمدلله به این نتیجه رسیدن، فهمیدن که با این رأی بالا برای که کپی باباست. همون چیزایی که من بالاخره اینا رو از سن خیلی کم میشناختم، باشون عملا بزرگ شدیم، اما بزرگ سنی، اما خب اینا تمام اون ویژگی رو شاید هم آیت الله آقا مشتبی بیش از بقیه به ایشون شبیه. این یکی هم فکر کرده با این جور قمپوزا میتونه بسیجی‌ها رو سر حال بیاره. بودجه کشور 110 میلیارد دلاره برای امسال. تقریباً 1/10 جدید از درآمد کشور در واقع پول به کشور اضافه شده به برکت همین جنگ. تازه این جدا از امتیازاتیه که این غول تنگه به ما داده. سهم مردم از بخور آخوندا اینه. فردا روز کارگره، به جای اینکه مثل همه دنیا بیایم جشن بگیریم، الان نمیتونیم نه چیزی بخریم، یا اینکه هم بیایم بخریم اینقدر گرونه، یا اصلا هنده قفسه خالیه. واقعا مرسی سپاه. اینجاست که طبق معمول این مالکش رو میفرستن وسط تا از این نمایشا بازی کنه. باری که فروشگاه رفتید و قیمت ها دیدید که پریشب شما بس دیدید قیمت ها. افزایش قیمت هامون حاصل از 2 موضوعه. یکی موضوع خود فرآورده ها، یکی موضوع بسته بندی. مثلا ما پلاستیک رو میتونیم مصرفش رو کمتر بکنیم. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با جدیدترین تقلای آخوندا برای بازارگرمی در سیرک‌های خیابانی شروع می‌کنیم. اونم با تبلیغ کودک سرباز. بعد از عظمای مقوایی حالا نوبت رسیده به موشک مقوایی. خب اما آقا محمد حسن نشون بدید که کل این موضوع میتونه به چرخه. بله ببینید کلا این قسمت بالایی قسمت تنظیمش هست، میتونه تنظیمات رو انجام بده و به چرخه و الان آماده پرتابه. عزیزان دوستان مثلا یه خود عقب‌تر برن و آماده است که
ببینید بچه‌های پای لانچر چقدر استرس دارن. بریم برای پرتاب. اینم برای شما. سلامات. پرستوها هم طبق معمول 300 تا میگیرن و از این نمایش‌ها بازی میکنن. شما الان با این تیپی نمید از این بسیجه شما رو بگیرن؟ تا به حال که نگرفتن، کاری هم با هم نداشتن، شکلات گلم نمی داختن. نه بله. ببینید کسایی که شاید شبیه خودم بی حجاب توی این خیابونن خیلی به هم متلک انداختن و حرفای زشت زدن، جلوی ماشینمونم گرفتن، اومدن پرچم از دستم گرفتن و خیلی چیزای دیگه. ولی تا به الان کسایی که اینجا هستن نه حتی بسیجی ها، سپاهی، کسایی که اینجا، نه کسایی که حجاب دارن، نه آخوندایی که اینجا هستن، هیچ کس به هیچی نگفته تا حالا دیگه کار به جایی رسیده که علاوه بر روزی 300 تا برای هر شعار هم 100 تا میدن. ولی این بسیجی ها حواسشون نیست که هر خوردنی به هر کسی نمیسازه و ممکنه بد آخر و عاقبتی در انتظارشون باشه. حالا درست وسط همین تبلیغاتشون برای سیرک خیابونی یه چنین حرفایی هم رو اومده که نشون میده وضع خیلی خرابه. گاهی در همین شبها که شما تو خیابونید بعضیا با چهره‌های موجه تناقض ایجاد میکنن. شهیدم میگفت اومدن بهم گفتن حاج آقا شما اینجوری میگید، شما اینطوری گفتید. گفتم نه دروغه، من هر چی میگم تو تریبون میگم و همه هم میدونن موضع من چگونه است. حتی تا این مقدار راه میافتن توی جمعیت و حرفای میزنن. مکرر در این چند وقت عرض شد مواظب باشیم و هوشیار که دشمن شکست‌های خودش رو با بحرانسازی‌های دروغ در داخل کشور جبران نکنه. این یکی هم وسط نمایش وفاق تو نظام ولایت بند رو آب میده و اینطوری برای شیخ فری و ظریف شاخشونه میکشه. اعدام روحانیه و اعدام ظریفه. منتهای مراتب اسم این کارم خویشتن‌داری نیست. بله مردم حق این کار رو ندارن. ما از در حقیقت قوه قضاییه میخواهیم به هر دلیلی که میبینید اینها دارن چه کار میکنن دهان اینها رو اقلن گل بگیرید. کار نظام ولایت از بدتونه کاری گذشته و هر کاری میکنن شکافا هم نمیاد. یه عده هم تو این اوضاع و احوال به فکر شعرخونی برای پاسدار لاریجانی افتادن. ناگاه جانم یاد لاریجانی افتاد. او کیست؟ او وارسته اندیشمند است. از نام لاریجانی ایران سربلند است. او کیست؟ مردی بود از نسل دلیران، اسطوره‌ای جاوید در تاریخ ایران. این یکی هم دنبال راه اندازی بساطی به نام مکتب لاریجانیه. برای خود من پیشنهاد دادم ما یک مکتبی رو راه اندازیم به نام مکتب دکتر علی لاریجانی، مکتب فکری دکتر علی لاریجانی در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ. ایشون زوایای مختلف فکری داره که به نظرم میشه این رو پیگیری کرد و باز کرد. البته این همون لاریجانیه که تا قبل از مرگش اینطوری سکه پولش میکردن. علی لاریجانی اگر داماد شهید مطهری نبود و فرزند شیخ هاشم آملی نبود اصلا هیچ وقت اینقدر مطرح نمیشد تو کشور. حسن بیشتر نون پدرزن و پدرشو خورد تا نون خودش رو. البته آدم محترم آقای لاریجانی، من واقعا حالا از خیلی ارادتی به ایشون ندارم، ولی میخوام بگم که ایشون بیشتر یه آقازاده بود و یک داماد بود.
مشنگستان این هفته رو با این خالی بندی دختر پاسدار سلامی به پایان میبریم که بدون شرحه. بار دیگری من که تشریف رفتم خدمتشون محضرشون به نهار کشیده شد و ایشون فرمودن که بابا جان نمیخوای بری منزل؟ گفتم که چطور، مگه اشکالی داره من اینجا هستم؟ گفتن که نه آخه زمان نهار، نمیخوای بری نهار بخوری؟ گفتم که خب اینجا مگه نهار نیست؟ گفتن که خب نه اینجا که آخه نمیشه از نهار محل کار شما بخوری. و گفتم بله باشه چشم، من میرم منزل. تو دفترشون هیچی نخوردین و رفتین؟ هیچی نخوردم. به دلیل مراعات بیت المال؟ بله. چون اونا مال شما نبوده؟ نه هیچی، یعنی میگم حتی چایی که برای من آوردن چون خودم هم نمیتونستم بخورم دیگه کلا هیچی نخوردم.